این میتو و گندم دو موجود دوست داشتنی هن اینها اگر تو خونه نباشن برکت تو خونه نیسته. میتو وقتی که باباش از سر کار میاد دیگه ول نمیکنه، حتی یک سر یا روی پای باباشه یا رو شونه باباش. ولی گندم خیلی کاری به بابا نداره. گندم فقط خونه رو به هم میریزه، پوسای تخم میریزه، غذا رو میریزه، نون رو پرت میکنه. اما میتو خیلی هوشیاره. میتو یک حیوان دوست داشتنیه. گندم صداش میزنه، هر جا که بره صداش میزنه، میتو هم باید بیاد. بله، گندم خانم میره طرف میتو، ولی میتو خیلی باباشو ول نمیکنه. همش دوست داره اینجا رو پای باباش و رو شونه باباش باشه. اگر اذیتشم بکنم اعصابش خورد میشه. میتویه دیگه. این میتو پرنده خوشگلیه و حرف میزنه، صدا میزنه، حالا هم میره دنبال گندم. ببینید چی کار کرده گندم اینجا رو. تخمه ها رو شکسته و پوسته ها رو انداخته اینجا. گندم میتو هم کمکش میده. بود خونه رو داغون کردن این دو موجود و یک کتک خوبی برای من درست کردن اینها. حالا میگی چی کار کنم با این دو موجود عزیز؟ آیا زندانیشو کنم تو قفس یا همینجور آزاد بچرخن واسه خودشون؟